سلام، وقتتون بخیر. من فاطمه هستم، متولد 1365، الان 31 سالمه و در بیشتر از 7 ساله که در بانکوک تایلند زندگی میکنیم و اینکه 2 سال پیش، یعنی موقعی که 29 سالم بود، یوگا رو شروع کردم و انگیزم از اینکه یوگا رو شروع کردم این بود که عکس خانمایی رو می‌دیدم که خب حرکات خیلی قشنگی انجام میدادن. خیلی دوست داشتم خب منم مثل اونا این حرکات قشنگ رو انجام بدم و این بود که کلا سال 94 البته تابستون 1394 بود تقریبا که یوگا رو شروع کردم و تا الانم ادامه دادم و امیدوارم که بتونم همینطور ادامه بدم. و ایشون آقا پوریا هستن، پسرم 19 ماهشه و موقعی که یوگا رو شروع کرده بودم، میگم تابستون 1394 بود که اواخر سال من باردار شدم و این بارداری و حتی زایمان و داشتن بچه اصلا هیچ بهونه‌ای نشد که من تمرینامو قطع بکنم و همینطور تو دوران بارداری و بعد از زایمان تمرینامو داشتم و هنوز هم با وجود اینکه ایشون هستن سعی میکنم از هر وقتی استفاده کنم که تمرین بکنم، چون یه روحیه انرژی خیلی خوبی بهم میده انجام دادن این حرکات و وقتی پیشرفت رو توی خودم میبینم خودم بیشتر از هر کسی خوشحال میشم. یعنی وقتی عکسام با هم مقایسه میکنم میبینم خب 2 سال پیش خیلی حرکات رو نمیتونستم انجام بدم و الان میتونم، خیلی انرژی خوبی بهم دست میده و اینکه انگیزه خیلی بیشتری برام میشه که بتونم ادامه بدم. و خوشحال میشم که اگه دسترسی به یوتیوب دارید سابسکرایب کنید، اینستاگرام فالو کنید، حالا اگه به فیسبوک دسترسی دارید اونجا فالو کنید، به خاطر اینکه دارم ویدیوهای آموزشی، متن‌های آموزشی تو همچنین وبسایت هم www.mofayoga.com و اینکه حالا زیر این ویدیو حتما همه رو منشن میکنم و اگه فالو کنید خوشحال میشم، به خاطر اینکه میخوام بیشتر تجربیاتی که خودم تو این 2 سال به دست آوردم و باهاتون به اشتراک بگذارم و اینو میخوام بگم که از هر سنی که شروع کنید دیر نیست و این یه اشتباهی که بهمون میگفتن که اینکه بعد از بچگی ورزش رو شروع کنیم تا انعطاف بدن برگرده، اینطوری نیستش. من خودم بدنم هیچ انعطافی نداشت، 29 سالم بود که شروع کردم و الان میبینم که خب تو این 2 سال خیلی خوب تونستم پیشرفت کنم. وسایلی که حالا ما بیشتر نیاز داریم برای آموزش یوگا، یکی خب اول از همه که مت یوگاست، یعنی مهمترینش ایناست، مت یوگا، چرخ یوگا، آجر یوگا و بند یوگا. اینا مهمترین ابزاری هستن که ما بیشتر به کارمون بیاد. حالا تو ویدیوها در آینده بهتون توضیح میدم که هر کدوم چه کاربردی دارم. خیلی خوشحال میشم و اینکه بتونید کانالمو دنبال کنید، ویدیوها رو دنبال کنید و ایشون دیگه بیشتر از این نمیذاره دیگه ما صحبت کنیم. روزتون بخیر.